آقا سلام، خسته نباشه. ببخشید این دو سه روز نیرش شاید کار خیلی زیاد بود، نشد بیام که داستان براتون تعریف کنم. میخوام ایره بهتون بگم کسی که از بچگی توی زندگیش توی حالا هر قسمت که مدرسه بشه، باشگاه بشه، جامعه بشه، اگه شخصیت داشت، اگه به خودش کسی بود، مطمئن باش عشق نمیدونم ریاست و عقده بازی در نمیره. ما خودم به شخصه از زمانی که یادم میاد بچه بودم یا مبصر بودیم یا ارشد بودیم یا ورزش کردم قهرمان کشورشون قهرمان استان بودیم، توی ورزشمان همینطور تو جامعه با مردم میگشتیم، سعی کردیم درک کنیم همه رو. ولی بعضیا از بچگیشان عقده ای کارا داشتن، الان که به یک جایی نمیرسن دیگه برشان زور داره. یعنی اگه یک مسئولیتی بهش میدی طرف رو باید خود کنه، باید اون حسایی که خودش بهش دست یک زمانی بچه بوده، از مدرسه‌ش و از بزرگ شدنش و تو زندگیش و تو خانواده‌اش میخواد سر یکی دیگه بره. پس سعی کنه اینجوری نباشه. این دنیا گذره، چشم به هم بزنی عمرت تموم شده. یا علی